ما حدود 1 سال و اندی شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستیم. چقدر شهید دادیم، چقدر آواره، چقدر اسیر، فرزندان یتیم شدن، آواره شدن، مشکلات عدیده بر آنها پیش آمد. باور کنید گاهی در دل من این آرزو بود، خدایا ما جهاد که نمیتونیم بکنیم، این موقعیت برای ما فراهم نیست، آیا امکان این هست که ما دست یاری به سمت اونها دراز بکنیم و حداقل حمایت مالی کنیم؟ اونها در این هوای سرد در خیمه ها گرفتار و پریشانن. تا اینکه هفته گذشته از خود سرزمین غزه برای بنده کلیپ فرستاده و از من اسم من رو هم داخل اون کلیپ میاره که بدكم يا شعب الفارس العظيم وإخواننا المسلمين أن تمدوا يد العون لإخوانكم في قطاع غزة وأن توصلوا هداياكم لمولانا عبد العلي خير شاهي ومن هذا الطريق تصل هداياكم إلينا بأسرع وقت. فلانی شما برای ما